国际上紧来看中东的情势紧张。美国林肯号航空母舰战斗群已经部署伫咧阿拉伯海。伊朗的最高领袖哈梅尼嘛警告讲，若是美国敢出手，安尼就是开战。حالا این آقا هم همینطور مرتبا ادعا میکنه ولی ما ناب آوردیم و چه کردیم و به نظر من ملت ایران رو از این چیزا نباید ترسوند. ملت ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیره، از برخورد حق نمیهراسه. ما شروع کننده نیستیم، ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم، به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی به او خواهد زد. 这是伊朗反政府抗议了哈梅尼上严重的警告。另外，这哈梅尼进前嘛捌承认讲，这抗议是为着经济诉求，即马煞认定讲这场抗议行动是政变，煽动叛乱，恐惊会去人判死刑。也有这国际世界烦恼讲，可能有大阵的示威者会去人处决。